اتحاف بزرگ در حق زنان بلوچی که باعث معرفی و جهانی شدن سوزندوزی بلوچی شدند. سوزندوزی یکی از زیباترین هنرهای فرهنگی بلوچستان است. سوزندوزی بلوچی دارای مهر اصالت از سازمان یونسکو می باشد و در فهرست میراث معنوی نیز ثبت شده است و در بین زنان بلوچ از اهمیت بالایی برخوردار است. ملت بلوچ در اصل این هنر را نشان دهنده هویت و سنت اصیل خود می‌داند که لباس‌های سنتی بلوچستان در میان مردم بلوچ به عنوان هنجاری معین است و همگی از آن پیروی می‌کنند. بنابراین میتوان سوزندوزی در لباسهای بلوچی را بخشی از فرهنگ مردم بلوچستان دانست و وجود نمادهای دوخته شده در این لباسها را میتوان تعلق ملی دانست که مردم بلوچ سوزندوزی را بخشی از تمدن خود میدانند و نشان دهنده سنت و موجودیت زنان بلوچستان است. البته در دهه‌های اخیر اتحاف بزرگی در حق بسیاری از زنان بلوچی شده که نقش اساسی در معرفی و جهانی شدن این هنر اصیل داشته‌اند. از جمله این افراد که تاکنون در هیچ جایی از آنها نام برده نشده، مهناز جمالزهی، زرملک چارقزاده دادکان، آمنه دادکانی، شهناز خلیلی ایرندگان، جهان بیبی قربانی، مریم جمالزهی، فاطمه قربانی، گنجملک دادکانی، حنیفه دادکانی، زرخاتون عظیمی ایرندگان، مریم کریمی، نور بیبی ریگی کارواندری را میتوان نام برد که از سرگروه‌های تشکیل شده در بخش ایرندگان یکی از مراکز اصلی هنر سوزندوزی بلوچی بودند و در این منطقه سکونت داشتند. این افراد چندین هنرجو و هنرمند دیگر نیز داخل گروه‌های خود داشتند که بسیاری از آنان گمنام مانده اند. آدمان معتی کرباد دوته اکنون میچین دوته دیگه تمامی کرد دیگه تا اول تو تا کوچک کمیات یا تا کوچکتری تمام هم کرباتانه شما هم دوته اگه آذینی هستی شما ما بدوچی کم کربات این دوته شما این دوته کرباتان اما کسی نتوانم بدوچی کم زیادی هستی کم زیاده ولی توینی پدا کوچکتره تمام کوچک رسی نوارین دوتی آمچانی دوتی لباسانا صبریانا پاک به هم ترزین دوتی کم کن مرا دیگه چشمانی کم نتونی عمل دیگه نتونی آوید کنه واج واشینه دوتی شما من ذهنی ها کار نکماتا. آنچه که بایستی متذکر شد این است که به دلیل مکتوب نشدن تاریخ هنر در بلوچستان اسم برخی اشخاص دیگر به عنوان سوزندوز و خالق آثار هنری که فرح پهلوی در زمان حکومت این خانواده در ایران به تن می‌کرد برده شده، در صورتی که زنان بلوچ فوق الذکر و زیر مجموعه های آنان اهل منطقه ایرندگان خالق و آفریننده اصلی بودند. زنان ایرندگانی چگونه معرف سوزندوزی بلوچی به جهان شدند؟ در حوزه سوزندوزی بلوچی و سالهای پیش از مطرح شدن آن، مهر منیر جهانبانی اصالتاً اهل شمال ایران و همسر هوشنگ خان ریگی فرزند ایدوخان که اولین فرماندار بلوچ در تهران و ورامین و همچنین اولین شهردار بلوچ در خاش بود، یکی از بانیانی می باشند که توانست با تشکیل گروه‌های مختلف از زنان سوزندوز بلوچ در روستاهای مختلف از جمله دادکان، واردان، گینز، هشیک و روستاهای اطراف آن واقع در بخش ایرندگان از توابع شهرستان خاش ضمن ایجاد شوق برای حدود 500 نفر از زنان منطقه به استقلال مالی آنها نیز کمک کند. مهر منیر در سال 1340 پس از دریافت هدیه‌ای از سوزندوزی بلوچی به شدت مجذوب این هنر اصیل گشت و همین امر باعث شد تا شخصاً به بلوچستان سفر کند و پس از تحقیقات گسترده پی به هنر و استعداد زنان ایرندگان ببرد. وی پس از آن که در سال 1346 نمایشگاهی از هنرهای مختلف بلوچستان از جمله سوزندوزی بلوچی، سفال کلپورگان، محصولات کشاورزی، حصیربافی قصرقند و غیره در تهران برگزار کرد، تلاش داشت تا سفارش‌های متعددی برای زنان سوزندوز بلوچ به وجود بیاورد و آن را از طریق فروشگاهی به نام نینی که مادرش عروسک‌های دستساز خودش را می‌فروخت برای مدتی بلوچی دوزهایش را هم ارائه کرد. او سفرهایی به بلوچستان انجام داد و یک منزل نیز در روستای واردان در ایرندگان ساخت
که هنوز هم با گذشت بیش از نیم قرن آثار آن در این روستا وجود دارد. در ادامه تلاش‌های او خیلی زود سفرا، مقامات عالی رتبه و چهره‌های مشهوری مانند الیزابت تیلور، ژاک شیراک، چاپلین و جینا لولو بریجیدا و همچنین خاندان سلطنتی ژاپن با او تماس گرفتند و ضمن ملاقات از طراحی‌های او بهره برده و به جمع سفارش دهندگان این طرح‌های هنری و زیبای بلوچی پیوستند. همراهی مهر منیر با کیوان خسروانی و پری ذوالفقاری که از طراحان لباس فرح پهلوی بودند باعث شد تا هنر زیبای سوزندوزی بلوچی به کاخ حکومتی و دربار نیز راه پیدا کند که همگی اینها حاصل تلاش زنان هنرمند بلوچ در ایرندگان بود. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، از جمله عواملی که باعث گمنام ماندن هنرمندان واقعی این میراث گرانبها شده، میتوان به نبود امکاناتی مانند رسانه مستقل و امکان تحقیق، بررسی و تاریخ نویسی هنر سوزندوزی اشاره کرد که این امر باعث شده تا بسیاری از واقعیات سالهای متمادی مطرح نشوند. تیوتی بلوچی چانل، اروز تیوی، گما همراه بید.